سلام به همه. اینجا فارسی باده. خیلی خوش اومدید. با شما هستیم با یه اپیزود دیگه. هفته گذشته یه معرفی مقاله داشتیم که نسخه اصلیش توی چنل قرار گرفت و نسخه ترجمه شده امروز در اختیارتون قرار میگیره. امیدوارم که از موضوع هفته پیش لذت برده باشین. یه تغییر کوچولو داریم، اونم اینه که تایم اپیزودا یکم کوتاه‌تر شده و از این اپیزود تایم کمتری در خدمتتون هستیم. امیدوارم که این تایم کوتاه‌تر موثرتر و مفیدتر باشه. خب بریم سراغ اپیزود امروز. بخش اول امروز راجع به یه کتاب جدیدیه که من خودم خیلی دوست داشتم وقتی خوندم. خیلی کتاب خوب و مفیدی بود. در این حال که یه کتاب تاریخی است به نظر من، یه کتاب مالی هم هست و همزمان راجع به مقوله‌های سیاسی هم صحبت میکنه. اسم کتاب هست Lords of Finance یا اربابان مالی، اربابان فایننس. کتاب ترجمه شده و نسخه فارسی کتابم موجود هست و دوستان میتونن به صورت آنلاین، به صورت PDF دیجیتال یا نسخه اصلی کپی فیزیکالش رو تهیه بکنن. نویسنده کتاب آقای لیاقت احمد، یک نویسنده هندی است که در کنیا به دنیا اومده و بعداً ساکن انگلستان میشه. این کتاب چندین جایزه بین المللی برده و معروفترین جایزه‌ای که گرفته جایزه پولیتزر بوده، یکی از معتبرترین و شناخته شده ترین جوایز توی حوزه روزنامه‌نگاری، ادبیات و موسیقی در آمریکا است. یه توضیح مختصر دیگه هم راجع به آقای احمد بدیم. نویسنده کتاب که یه مسیر حرفه‌ای خیلی پیچیده‌ای داشته و خیلی آدم موفقی بوده. توی بحث سیاسی، اقتصادی و مالی با بانک جهانی واشنگتن کار کرده، سمت‌های مدیریتی داشته توی ادوار مختلف و کار فرهنگی زیادی هم انجام داده، مثل فیلمسازی و نقش تهیه کننده و از اینجور مباحث. خب مهمترین اثر ایشون هم همین کتاب Lords of Finance است. بریم راجع به کتاب ببینیم که این کتاب در مورد چی صحبت میکنه. این کتاب یک داستان، در واقع یک روایت تاریخی سیاسی مالیه که راجع به سالهای پرآشوب بعد از جنگ جهانی اول و قبل از جنگ جهانی دومه. داستان درباره 4 نفر از قدرتمندترین بانکداران مرکزی جهانه که تصمیم میگیرن مسیرهای اقتصادی رو تغییر بدن. اما این تغییر خوشایندی نبوده. 4 شخصیت اصلی داستان به ترتیب آقای مونتاگو نورمن، رئیس بانک مرکزی انگلستان در اون موقع. به لحاظ شخصیتی ایشون آدمی عصبی، پر از وسواس و بسیار وفادار به ایده بازگشت به شکوه پوند بوده. یعنی شخصا علاقه داشته که پوند استرلینگ رو به یک ارز پرقدرت تبدیل کنه و به اون شکوهی که مد نظرش بوده برسونه. نفر دوم آقای بنجامین استرانگ. ایشون رئیس فدرال رزرو امریکا بوده. فردی عملگرا، کاریزماتیک که میخواسته یه ثبات جهانی ایجاد کنه توی زمینه اقتصادی. نفر سوم که تو کتاب راجبش صحبت میشه آقای امیل مورو هست، رئیس بانک مرکزی فرانسه که سیاستمدار سختگیر و یه آدم به شدت ملی‌گرا بود. و نفر آخر آقای هالمر شاه، رئیس بانک مرکزی آلمان بوده یا رایشس بانک. یه نابغه مدیریتی بوده که توی کارهای مدیریتی و مدیریت بحران بسیار موفق بوده، اما بعداً وارد سیاست میشه و طرفدار هیتلر هم میشه و سیاست‌های خطرناکی رو پی میگیره. خب ما یه خلاصه از کتاب میگیم و راجع به هر کدوم از شخصیت‌هایی که معرفی کردیم و کشوری که اونا به عنوان رئیس بانک مرکزی بودن و تلاش داشتن سیاست‌های خودشون رو اعمال بکنن یه توضیح مختصری میدیم و در مورد سرانجامی که داشتن هم حرف میزنیم. بعد از جنگ جهانی اول اروپا به دلیل اتفاقاتی که توی جنگ میفته ویرانی‌های خیلی زیادی ایجاد شده بوده و بدهی‌های سرسام‌آوری داشته. بعداً هم معاهده ورسای انجام میشه، آلمان رو مجبور میکنه که غرامت‌های سنگینی پرداخت بکنه. کشورها هم خیلی به استاندارد طلا وابسته بودن، مثل امروز نبود و نمیتونستن به راحتی پول چاپ کنن که بتونن از اون طریق اقتصاد رو تحریک کنن. همه این عوامل دست به دست هم میده تا یکی از بزرگترین بحران‌های مالی تاریخ اتفاق بیفته. خب به ترتیب از نفر اولی که معرفی کردیم آقای مونتاگو نورمن، رئیس بانک مرکزی بریتانیا، شروع میکنیم به صحبت کردن. اون موقع ایشون تصمیم میگیره که بازگشت به استاندارد طلا رو انجام بده و این کار رو با نرخ پیش از جنگ جهانی اول اعمال میکنه، در واقع با نرخ قدیمی.
رویای ایشون بازگردوندن پوند به اعتبار قبل از جنگ بوده. اون دوباره تو سال 1925 تصمیم میگیره که طلا رو دوباره وصل کنه به پوند و در واقع وصل کنه به طلا و اون نرخ قدیمی رو اعمال کنه. این کار شاید از بیرون یه جنبه خوبی داشته، باعث ارزشمند شدن پولشون میشده، اما از اونجا که ارزش پوند بالا میره صادرات بریتانیا کاهش پیدا میکنه و به تبع اون وقتی صادرات کم میشه صنایع داخلی آسیب جدی میبینن، چون بیشتر بازار هدف اونا کشورهای دیگه بوده، حالا یا توی اروپا یا قاره‌های دیگه. و در ادامه نرخ بیکاری توی بریتانیا خیلی زیاد میشه و بالا میگیره. ایشون آقای نورمن به لحاظ شخصیتی استرس زیادی داشته و همیشه فشارهای کاری که داشته باعث فروپاشی عصبیشون میشده. و نکته آخر این که ایشون یک رابطه دوستانه با آقای بنجامین استرانگ رئیس بانک مرکزی یا همون فدرال رزرو امریکا در اون زمان داشته. نفر دوم آقای بنجامین استرانگ بود که سیاست‌هایی که انجام میده و در پی میگیره باعث میشه که آمریکا تبدیل بشه به مرکز سرمایه و همزمان شروع رکود بزرگ اقتصادی در اون زمان. آمریکا تو دهه 1920 بعد از جنگ جهانی اول میشه مرکز وامدهی به اروپا. آقای استرانگ با سیاست‌های متعادلی شروع میکنه اقتصاد امریکا رو رونق بده و در این حال به اروپا کمک بکنه. البته ایشون تو سال 1928 به دلیل بیماری سل فوت میکنن و بعد از مرگ ایشون فدرال رزرو سیاست‌های انقباضی شدیدی اجرا میکنه که باعث بدتر شدن اوضاع و اون بحران معروف 1929 میشه که به تبع اون بعداً بازارهای مالی سقوط میکنن، موج ورشکستگی توی بانک‌ها ایجاد میشه، تجارت جهانی تقریبا نصف میشه و بیکاری در امریکا به عدد سرسام‌آور 25% میرسه. آقای استرانگ پیش از بحران بزرگ فوت میکنه، اما خیلی ها معتقد بودن اگه ایشون زنده میمون شاید میتونست جلوی رکود شدید رو بگیره. نفر بعدی آقای امیل مورو بود که سیاست انباشت طلا رو در پیش گرفت. ایشون بعد از جنگ جهانی شروع کرد به ساختن زیرساخت‌ها و بازسازی زیرساخت‌ها در واقع و تصمیم گرفت ذخایر طلای فرانسه رو افزایش بده تا فرانک به یک ارز قوی تبدیل بشه. کار اون باعث یک اتفاق بزرگی شد و اونم این بود که نقدینگی جهانی رو کم کرد و فشار بیشتری به بقیه کشورها وارد کرد. فرانسه عملاً یه جورایی طلا رو از گردش جهانی بیرون کشید. ایشون توی کوتاه مدت باعث شد که فرانک فرانسه تثبیت بشه و قدرت بگیره، اما همه معتقد بودن که فرانسه نقش مهمی توی تشدید بحران جهانی داشته و توی سطح بین الملل به اونا به عنوان یک بازیگر خیلی خودخواه نگاه میکردن. ایشون بعد از بحران مالی بازنشسته میشه و رو میاره به نوشتن خاطرات و مشاوره اقتصادی و برای همیشه از سیاست و اقتصاد کنار گذاشته میشه. و نفر آخر این لیست آقای هالمر شاخت که رئیس رایشس بانک آلمان بود در اون زمان. یک آدم بسیار نابغه‌ای که اقتصادی رو به عهده گرفت بعد از جنگ که غرامت و تورم وحشتناک باعث شد که آلمان زیر فشار مالی سنگینی قرار بگیره. اونا بعد از معاهده ورسای مجبور شدن غرامت سنگینی به فرانسه و بریتانیا برای جبران اتفاقایی که تو جنگ ایجاد شده بود انجام بدن. برای پرداخت این بدهی‌ها دولت بیوقفه شروع کرد به چاپ پول و باعث یک هایپر اینفلیشن شدیدی شد، جوری که مردم صبح حقوق میگرفتن و عصر نمیتونستن حتی با اون پول یه دونه نون بخرن. آقای شاخت بعداً با اصلاح پولی و معرفی رنتن مارک تونست تورم رو متوقف کنه و اقتصاد رو به صورت موقت سرپا نگه داره. ایشون بعداً عقایدش به هیتلر نزدیک شد و نقش خیلی مهمی توی رشد مالی نازی‌ها داشت. سرنوشت ایشون هم خیلی جالب نیست. در انتهای حکومت هیتلر با هیتلر درگیر شد و در ادامه بعد از سقوط برلین دستگیر شد و بعد از جنگ محاکمه شد، اما تبرئه و آزاد شد. روایت کلی کتاب در واقع راجع به 4 تا رئیس بانک مرکزی از 4 قدرت بزرگ سیاسی و اقتصادی دنیا هست توی زمان خودشون که تلاش کردن با وجود همه اختلافات یه نظم مالی جدید ایجاد کنن، اما تصمیم‌های نادرستشون و لجاجتشون در بازگشت به استاندارد طلا و البته نادیده گرفتن واقعیت‌های اقتصادی باعث شد که بحران‌های کوچیک دست به دست هم بدن و بحران بزرگ 1929 یا رکود بزرگ 1929 رو ایجاد کنن. این داستان در واقع نشون میده که سیاست‌های پولی و مالی اشتباه میتونن به اندازه جنگ زندگی آدم‌ها رو نابود کنن.
برگردیم به کتاب خودمون. گاو نقره بزرگ هفته پیش تا انتهای فصل دهم و راجع به شرط زدیم و ترجمه شد، توی چنل قرار گرفت. امروز 2 فصل جدید ترجمه شده، فصل 11 و فصل 12. خب این 2 چپتر به ترتیب راجع به سرکوب مالی در اروپا و یه سری توضیحات راجع به همه‌گیری کووید 19 است. نویسنده در ابتدای چپتر 11 توضیح میده که تو سال 2008 اروپا به یه نقطه بحرانی میرسه. نرخ تورم تقریبا 0 بوده و رشد اقتصادی به شکل نگران کننده‌ای ضعیف و بی‌رمق بوده. به طبع اونا باید یه اقداماتی انجام میدادن. دانمارک اولین کشوری بود که تو سال 2012 سیاست نرخ بهره منفی رو آغاز کرد. این سیاست اونا باعث شد که در اون زمان دانمارکیا تبدیل بشن به بدهکارترین مردم دنیا. نگرانی دیگه این بود که اون زمان بیکاری با سرعت بسیار کمی کاهش پیدا میکرد و سطح بسیار بالایی داشت، تقریباً 12%. بیکاری جوانان هم به رقم بی‌سابقه 20.5% رسیده بود که تو بعضی از کشورها مثل یونان و اسپانیا این رقم به ترتیب 56 و 53% بود. شاید فکر کنید اتفاقات برای چند قرن پیشه، ولی تقریباً برای 10 سال گذشته بوده. در ادامه نویسنده راجع به اقداماتی صحبت میکنه که اون زمان بانک مرکزی اروپا انجام میده که از شاخص‌ترین این اقدامات کاهش نرخ سپرده‌ها بوده که اونو از صفر به منفی تبدیل میکنه. یه موضوع عجیبی که اونا باور داشتن با این کار میتونن جلوی این نرخ تورم‌ها و بیکاری‌ها رو بگیرن. از اونجا نویسنده معتقد است که بانک‌های مرکزی تصمیم میگیرن نرخ‌های بهره کنترل شده رو اعمال بکنن. این نرخ بهره‌ها باعث میشه که پس‌انداز بازنشستا تحت تاثیر قرار بگیره. در واقع به بیان ساده‌تر مردم رو به سمت سفته‌بازی سوق میدن و باعث میشن که یک اقتصاد ناسالم شکل بگیره. در حقیقت این کارا باعث میشد که راحت‌تر بتونن با توجه به چاپ پول تحریک اقتصادی و مالی ایجاد بکنن. اما ایجاد پول ارزون قیمت باعث میشد که دیگه بازارها به صورت آزاد نباشن، چون دولت این اختیار رو داشت که با اعمال نرخ تورم هر موقعی که میخواد بازارهای مالی رو کنترل کنه. فصل بعد راجع به وحشت بعد از پاندمیه و اتفاقاتی که باعث میشه که نرخ تورم و وضعیت مالی توی کل دنیا بدتر از گذشته بشه. شرایطی که مردم، همه ما تجربه داشتیم دیگه، مجبور بودن به صورت آنلاین کار کنن، ریموت کار کنن یا کلاس‌های آنلاین بود و مردم مجبور بودن خودشون رو با این شرایط وفق بدن. اون زمان دولت‌ها یه سری برنامه‌های اضطراری مالی داشتن که میلیاردها دلار بدهی به بدهی‌های دولتی اضافه کرد. این بدهی‌ها برای کمک‌های مالی و جبران درآمدهای از دست رفته مردم بود. در واقع مردم توی خونه بودن و هیچ کاری نمی‌کردن، اما دولت مجبور بود به اونا حقوق بده. در حقیقت دولت‌ها با کمک نظریه پولی مدرن شروع کردن به چاپ پول و باعث شدن که چرخ اقتصادی شروع کنه به چرخیدن. از رکود تورمی جلوگیری کردن. در واقع رکود قیمتی رو متوقف کردن. رکود قیمتی یک شرایطیه که به گواه اقتصاددانها دشمن اصلی بانکداری مرکزیه. اونا به هر قیمتی به دنبال ایجاد تورم هستن تا بازپرداخت بدهی‌های دولتی رو سبکتر و کمتر کنن. وقتی شرایط رکود قیمتی ایجاد میشه، قیمت‌ها کاهش پیدا میکنن و ارزش نقدینگی بالا میره. در نتیجه مردم خریدای خودشون رو به تعویق میندازن و پول نقد ذخیره میکنن، دقیقاً مثل رکود بزرگ 1929. اما تعویق در هزینه کردشون باعث میشه که اقتصاد موقتاً ضعیف بشه. در واقع چرخ اقتصاد نمیچرخه و رکود ایجاد میشه. بانک‌های مرکزی هم از این رکود متنفرن و به این باور دارن که باید هر کاری انجام بدن تا از اون جلوگیری کنن. هرچند رکود بخش طبیعی از چرخ‌های اقتصادی است و در تمام طول تاریخ بشریت این اتفاق همیشه افتاده. در ادامه هم راجع به یک نظریه از اقتصاددان مشهور آقای میلتون فریدمن ارائه میده و اون نظریه پول هلیکوپتری است که به صورت تئوری به این معنا است که از هلیکوپتر پول بریزن پایین به سمت مردم و در عمل به معنی اینه که دولت پول بیشتری به مردم بده و این ابزاری برای تحریک هزینه کرده و تشویق مردم برای هزینه کردن که مجددا تورم ایجاد بشه و دولت‌ها بتونن به واسطه اون تورم ایجاد شده نرخ بهره رو افزایش بدن و بتونن بدهی‌های دولتی رو کم کنن. خب اینجا پایان اپیزود این هفته است. امیدوارم که لذت برده باشید. لطفاً لایک، کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. PDF مربوط به کتاب خودمون این هفته قرار داده میشه توی چنل، همینطور فایل صوتی برای اون دست از عزیزانی که دوست دارن به صورت صوتی فقط پادکست رو گوش بدن.
خیلی ممنون از همراهیتون. هر جا هستید سلامت و موفق و شاد باشید. خدا نگهدار.